یعنی خیلی مادران وقتی نرسیدن شیر باید چیکار کنند و وقتی که مواد صنعی نتیند. البته این پرابلم است. یکم که مادران را تربیت کردن در کار. البته مادران را تربیت کردن در کار که آنها با فرزندشون در حقیقت شیر مادر دهند و شیر مادر یگون چیز در دنیا شیر مادر یعنی عوض کردن نمیتواند. من این یک معجزه خداداد است برای انسان که حتی این را اکادمی پاولوف همین سخن را گفته بود که این معجزه خداداد است برای انسان که او در آینده سالم و بردم باشد. در حقیقت برای که یک شیر من فقط مصلحت داده میتونم در وقتی که بعد از شیر مادر با او بسیار نزدیک است اگر که توانند این شیر بوز است. شیر بوز در ترکیبش کازئین ندارد. حلشوی او برای طفل آسان است و غیر از این از لحاظ ترکیب کیمیایی نزدیکی دارد. شیر گاو دیگر یگان چیز با شیر مادر مطابق نیست و از این لحاظ اینجا وابستگی دارد از همون مادران عزیز باید یک چیز را در خاطر داشته باشم. من این را برای آنها چندین بارها گفتم که مهر مادر، مهر فرزند نسبت مادر فقط در یک وقت میتواند ابدی ماند. این وقتی که او با او سینه میدهد و بلی روش در بلی روی کودک میماند. در بنیه کودک مادر گرمانهای مهر است. این افسانه نیست، این یگان چیزی از یگان جو گرفتن نیست، این مهر است. چی قدره که مادر سینه تیاد و بری روش با بری روی طفل ماند همان قدر مهر در بین آنها زیاد می شود و در آینده او می تواند که پشتیبان فرزند شود. این کار نکردی، شیر ندادی، شیر از مادری شکلی وای شویتزاری یا که روسیگی یا دیگر از شیر گو. شما فکر کنید در کجا اون مهر در اون میماند. او کودک فقط تماما نسبت حاضر بسیار است همین واقعه ها و مادران به طوری تماما ناآدمانه رفتار میکنن فرزندها، زیرا که همون مهر را در وقتش را پیوست نکردن و از این لحاظ اینجا فقط اگر شما گویید که کدام غذا را در ایام کودکی تا 1 سالگی میکنن فقط شیر بوز را مصلحت داده میتونم، تمام دیگر نیست.